متیو عشقم جان بهت گفتم دخترها فقط نودل میخورن با دوغ. آره اثبات شد بهت. بله، کاملا. داره تو کلاس کاملا با دوغ و نودل ویدیوی ما رو میبینه. بعد تو به عنوان تفریح نودل میخوری. آره. ما باید گوشت بخوریم، ما پسریم. آقا خب نودل دوست دارم، با دوغم واقعا حال میده. نودل چرا با دوغ؟ آقا دوندل با دوغ نخوردی؟ اصلا نودل حال نمیده. با دوغ میپزنه. با دوغ حال میده. چرا تو هرچی دختر رو دوست داری؟ بابا ربطی به اون نداره به خدا. چیه این الان؟ متیوه. نایس. آره نایس متیو. واقعا نودل با دوغ حال میده. نودل اصلا حال نمیده. با دوغ حال میده. آقا با دوغ بپزی یا با دوغ بخوری؟ نه با دوغ هم بپزی هم بخوری. مرد باید گوشت بخوره، شیشلیک بخوره. مرد باید پول داشته باشه گوشت بخوره، نداشته باشه مثل من باید نودل بخوره. مرد هرچی خانومش پخ میخوره. مرد باید کتک بخوره از خانومش. نه جدی میگم.